لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. السلام علیکم تماشابینان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب هستین. خوبی شما آرزوی همیشگی من است. ولاگ امروزمان از تیار کردن ارزقی لقای سر میکنیم تماشابینان عزیز. این ارزق چند سال باز من نخورده بودم، یک دین من خیلی در خانه شدم، در یادم همین ارزق من گفتم از میخزم تیار میکنم. بعدا نگاه میکنم خانه دا کم ترک آر بوده، 1 کیلو هم کم راستی. بعدا هوای گفتم میکنم خیلی کم تر یک زبالچه میگیرم چند قیقی شود. در خمیرش تماشابینان عزیز 1 دانه تخم انداختم، شیر، روغن، درشت، نمک، آرد کمتر، دیگر هیچ. خمیر که رسیده بعدا هم خیلی کلوچه شون میکنیم و بعدا هم خیلی گل میمونیم. ما چند چیزا را آوردم، هم خیلی گل موندم، گلش مانند نشد که چخاله که همسایه‌مون میکرد همون دا گلش مانند نشد و یا چون هم خیلی اسبابش دارنده برای همین خیلی ارزق گل موندن. بعدا انم پلاستماسه که سرختی اخیرام کردم، رنگ گلی همه اینی همسایه اومد بگیم همسایه من تیار میکرد. ای هوایی ما دیده همین چیزا یاد گرفتم بگیم همین شیرینیه ارزق شونه. دوستان عزیز وقتی که میپزنیم و میگیریم شون در بالاش قانچای میریزیم. اول شکر در یگان کاسترول میمونیم، آب میمونیم و میجوشه غوص میشه، میمونیم خنک میشه دمو قانچایمون. بعدن که ارزق را میگیریم سر از همون قنچه در بالاش میریزیم و خوشرو کرده ارالشون میگیریم و در یکون پدناس میمونیم. این شیرین میشن. بعدن دوستان عزیز وقتی که در تاجیکستان توی معرکه میشد بعد همسایه رو فریاد میکنن یاردم کنی، یک روز نونپزی، یک روز پخته دوزون، کورپا دوزی، همه خیلی معرکه ده زنا رو فریاد میکنن. با روز دیگهش مردا رو فریاد میکنن برای سبزی ریزه کردن و همه خیلی چیزا ده. بعدن که فریاد میکردن خونه همسایه هم خیلی میرفتیم ارزقشونه یاردم میکردیم، میپختیم و زواله میکردیم همین ارزق بگیم. ای همون همسایه من یاد گرفتگیم یکم برای پختستم راستی یکم بر من پخته بودم میره یکم برام تیار کردم. ای هدش بر اومدم خوشرو اومد مزهش هم رنگ اینی همونا اومدک بگیم. دوستان عزیز ارزقای لقایمون هم تیار شدن همین خیلی اومدک. کسانی که همسایه‌شون لقای باشه میدونن یه ارزق اوج میشناسن چی خیلی مزهش میفهمن. خیلی ما همسایه‌مون هست لقای و به حد انسانای خوبن آدمای نغزن. تماشابینان عزیز ولاگ تا آخرش تماشا کنین، دستگیری فراموش نکنین. از همگیتون میندارم برای دستگیری ها، برای سخنهای خوب. شما هستین که کانال ما پیش میرد، همش به دستگیری شما تماشابینان عزیز. بعدم پیش از این ولاگ ما یک تا ولاگ پرتفتادم از تاجیکستان. بسیاری فکر کردم من تاجیکستان رفتم. من تاجیکستان نرفتم تماشابینان عزیز. من در همین جای مالی خدا میدونم من کی تاجیکستان میرم. خودم همون روزا انتظارم که کی من تاجیکستان میرم. بعد بسیاری گفتن اینجا گیجوه کدام ناحیه و یا اونجا عبدالرحمن جومی بود تماشابینان عزیز. اول کویبش میگفتن کسی که میدونه. خیر مردم خوبی مسلمانی روی دنیا، تا ویدیو آینده خداوند همگیت نگهبان باشد.